سرش با این بود. انگار با زمین حرف میزد. چند خواستم چیزی بگم ولی حس کردم بهتر صبر کنم. بالاخره آروم سرشو بلند کرد و گفت فکر میکنی آدم میتونه واقعا خودشو بشناسه؟ نگاهش عجیب بود، پر از تردید، شایدم یکم ترس. گفتم شاید بشه ولی زمان میبره، مثل اینکه بخوای لایه لایه از خودت پرده برداری. لبخند زد، اما انگار از اون لبخنده نبود که از ته دل باشه. گفت اگه وقتی به تهش رسیدم چیزی که دیدم رو دوست نداشتم چی؟ یه لحظه ساکت شدم، بعد گفتم شاید تهش چیزی که میبینی کسی که نیاز داره دوستش داشته باشی، حتی اگه کامل نباشه. یه مکس کرد، بعد سرشو به علامت تایید تکون داد، اما هنوز معلوم بود فکرش درگیر.